پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال یا بازی دیگه، بیشتر بسکتبال، بازی حرف بسکتبال. هفته 15 ساعت یه جوون باید تو زمین ورزش سگ‌دو بزنه. به من نگید که بچه من تشویقش کردم نمی‌زنه، بلد نبودی چیکار کنی. بنابراین مسئله مهم تو اون دوران مسئله اسپورت و ورزش، برای که هیچ چیز به اندازه ورزش توان اینو نداره که انسان رو با واقعیت و قانون طبیعت آشنا کنه. شما روز که فوتبال بازی می‌کنید، روز که بسکتبال بازی می‌کنید، روز که والیبال بازی می‌کنید، باید با ظرافت‌های قانون طبیعت آشنا باشید. چجوری باید پا رو زد، چجوری باید شوت کرد، چجوری باید رفت. دوم، در ارتباط با دیگریه. یه تیم فوتباله، یه تیم بسکتباله، تمام زندگی این جداله. همین است که برای من فوتبال یا بسکتبال مهمتر از والیباله، برای که والیبال دو طرف تورن. بعد از تولد فقط دو تا عامل هست که تولید سلول‌های تازه مغزی می‌کنه. یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس، تجربیات تازه جدید، یکی اسپورت. شما میگید بچه من 100,000 جلد کتاب خونده، سلول مغزی تولید نمی‌کنه. این نشون میده که مسئله اسپورت و ورزش موضوع مهمه.